خب بچه تصویر هست؟ اوکی. سلام به همه دوستان، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. خیلی خوشحالم که اینجا هستین. اولین جلسه وبینار دیجیتال مارکتینگ به زبان ساده. من رویا مرشی هستم، مدرس وبینار و قراره اینجا کلی اطلاعات و مطالب ارزشمند و مهم یاد بگیریم که البته کاربردی و رایگانم هستن. چرا میگم خیلی مهمه، خیلی ارزشمنده؟ به خاطر اینکه فقط تئوری و تحصیلات نیستش بچه‌ها. ببینید ترکیب سه تا چیزه. حالا یکیش تحصیلات مرتبطه، یکیش مطالعه است، یکیش که از همه مهمتره بر اساس تجربه و مهارت به دست اومده. یعنی همه اینا توی بازار کار واقعی جواب داده و کار شده. پس برو بریم که یاد بگیریم که روی خودمون سرمایه گذاری کنیم، آموزش ببینیم، هم الان استفاده کنیم، هم حالا قطعا اوضاع بهتر خواهد شد و اینطور نمیمونه که دیگه ما خیلی جلوتر از بقیه هستیم تو این حالت. هم یه شروع مسیر جذاب هستش که کامل میخوام بهتون بگم دقیقاً شما حالا تو د پوینت خیلی سریع میرم سر اصل مطلب که چه چیزایی رو قرار توی این جلسات یاد بگیریم. یاد بگیریم که حتی دیجیتال مارکتینگ چی هستش، چطور میتونم حالا ابزارهاش چیه، چطور میتونم یه وبسایت بسازم و مزایای دیجیتال مارکتینگ رو هم که دیگه میدونید. مثلا الان خیلی کسب و کارها هم میتونم باهاش افزایش فروش داشته باشم و هم کاهش هزینه. چطور؟ من توی کلاینتام هم داشتم که مثلا فرضاً الان فروشگاه کیف و کفش داره، لوکیشن فیزیکی داره میفروشه و انقدر که فروش اینترنتیش بالا رفته که الان میتونه در واقع بگه که خب من میخوام اون لوکیشن فیزیکی رو ببندم و دیگه کلا بیام روی آنلاین، چون دیگه نیازی نداره هزینه بابت مغازه یا دفتر بده، پرسنل بده، ویترین بده و آب و برق و هزار تا داستان دیگه. خب اینا میشه چی؟ کاهش هزینه ها. از یه طرف بیزنسش چجوریه؟ اینی که میتونه هر جایی که هستش، فقط اون لوکیشنه نیستش دیگه، وابسته به لوکیشن نیستش، میتونه در واقع همه جا فروش داشته باشه. حالا ما فعلا فرض میکنیم که داخل کشور، سر تا سر کشور، حالا چه محصول باشه چه خدمات باشه، هر جفتش در واقع باعث میشه که شما فروش بیشتر داشته باشین و هزینه کمتر. و اگر به عنوان یه شغل میخوایم بهش نگاه کنی، خب قطعا آزادی شغلی خیلی بیشتری هم دارین. یعنی شما فقط کافی یه دونه لپتاپ داشته باشین، اینترنت داشته باشین و میتونید به عنوان یه مسیر حرفه‌ای شروع کنید و به کسب و کارهای دیگه هم بتونید کمک کنید. یا اگه کسب و کار خودتونه، با همین آموزشایی که میدم در واقع میتونید استارت اولیه‌ش رو بزنید و قدم به قدم یک مسیری هستش که شما رو وصل میکنه به دنیای دیجیتال مارکتینگ و میتونید بهترین بهره رو تو کسب و کار ازش ببرین. حالا یا تو کسب و کار خودتون، یا میگم به عنوان شغل در نظر میگیریم بر خودتون و میتونید حالا یکی دو تا کار که بتونید بگیرین اوکی کنید میشه جز نمونه کارهاتون که حالا بالاخره عمو دایی خاله عمه هستن دیگه، بیزنس دارن، میتونین از اونا شروع کنین، کارشون رو استارت بزنین با همون آموزشی که در واقع تو این سه جلسه میبینین و میتونه نمونه کارتون بشه و باهاش کار کنین. حالا دقیق‌تر میگم که قراره چه چیزایی یاد بگیریم و چیکار کنیم، ولی کلیات مسیر این بودش. حالا قدم به قدم جلو میریم. مثلا ببینیم دیجیتال مارکتینگ چیه. دیجیتال مارکتینگ یعنی تعریف خیلی خیلی ساده باز بخوام براش بگم، یه سری ابزاره که تو فضای دیجیتال به شما در واقع اجازه میده بازاریابی کنی. یعنی شما هر محصول یا خدماتی داشته باشی رو باید بتونی ابراز کنی، شو کنی، که دیجیتال مارکتینگ امکان رو به ما میده. حالا ساده تر بگم، همین پست‌های تبلیغاتی اینستاگرام که میبینید نتیجه دیجیتال مارکتینگه، یا مثلا وقتی یه سایت رو توی گوگل سرچ میکنید و میاد بالا، این هم میشه گفت در واقع نتیجه دیجیتال مارکتینگه. پس هر تبلیغ و بازاریابی که با ابزارهای دیجیتال و تو فضای اینترنت انجام میشه بهش میگیم دیجیتال مارکتینگ. اوکی، تا اینجا سوالی نیست؟ حالا شاخه‌های دیجیتال مارکتینگ، ما چه ابزارهایی داریم تو دیجیتال مارکتینگ؟ تقریبا همه رو نوشتم، حالا یه سریش زیر مجموعه داره، بیشتر راجبشون دونه دونه توضیح میدم. حالا از بالا سئو، ولی اول طراحی وبسایت باید انجام بشه بعد سئو.
طراحی وبسایت که خب مشخصه، یک پایگاه اصلی برای بیزینس‌ها سایتتون طراحی بشه. و بعد SEO این هستش که شما با یه عبارت مثلا حالا همین مثالی که زدم و پیش بریم، مثلا خرید کفش اسپورت زنانه مثلا در صفحه اول گوگل بیاین، این میشه SEO. یا مثلا بهترین آژانس تبلیغاتی در پونک، حالا سرچ کنیم مثلا تارما وب میاد، مثال میزنم. حالا با تبلیغات بنری یا حالا سئویی که کار میشه، این نتیجه سئو میشه. تولید محتوا میتونه متنی باشه، ویدیویی باشه، عکس باشه و دیگه چی؟ پادکست هم میتونه جز تولید محتوا باشه. حالا تولید محتوا هم باز داستانهای خودشو داره، یعنی شما تولید محتوایی که میخوای انجام بدی باید ببینی برای کجا میخوای استفاده کنی. قرار توی سایت استفاده بشه، اون یه سبک محتوا میشه، یا اینکه مثلا من میخوام توی سوشال مدیا، توی شبکه‌های اجتماعی بذارم. شبکه‌های اجتماعی هم هر کدوم یک فرهنگ خاص خودشونو دارن. مثلا خب اینستاگرام و یوتیوب و تیک تاک اینا ویدیو محوره، در واقع میشه گفت ویدیو مارکتینگ میشه. اونا یه سبک تولید محتوا داره. مثلا اینستاگرام خیلی فرندلیه، خیلی محیطی هستش که در واقع شما میای و به صورت فان حالا مثلا اجرا میکنی، چون خیلی محیط رسمی نیستش. مثلا برعکسش لینکدین رو داریم، خیلی فضا رسمیه، شما مثلا پروفایل کاری تو شیر میکنی و حالا خدماتی که داری یا اون مهارتایی که داری رو شیر میکنی. حالا یه نفر کارفرما هست میاد میبینه. به هر صورت اون محتواهایی که تولید میشه خیلی متفاوته. بحث تولید محتوا فرق داره که شما محتوا رو برای کجا میخوای انجام بدی. یا مثلا محتوای سئو شده برای وبسایت. خب این قسمت ها رو گفتم. بازاریابی شبکه‌های اجتماعی هم که جزء همین بود، همون سوشال مدیا هستش که راجبش الان صحبت کردیم. ایمیل مارکتینگ یعنی اینکه شما در واقع حالا یه سری بیشتر بابت پیگیری استفاده میشه. یه سری مخاطب داریم و میخواین از طریق ایمیل باهاشون در تماس باشین که بهش میگن ایمیل مارکتینگ. حالا شاید توی ایران کمتر جا افتاده باشه. مثلا همین الان من خب انتظارم بود همه حداقل یه اکانت گوگل داشته باشن تو گوششون، که همه دارن و نیاز نیست گوگل میت نصب باشه، میتونن جوین بشن. و تبلیغات گوگلی هم در واقع میشه PPC Pay Per Click. تبلیغاتی هستش که بر اساس این که شما هر چقدر شارژ میکنین، هزینه میذارین، میتونید در واقع بیشتر توی اینترنت دیده بشین. مثلا خود سایت گوگل هستش، شما گوگل ادورز بهش میگن، یه مبلغی رو شارژ کنی، فرضاً $100، بعد میگی مثلا میخوام با این عبارت، مثلا عبارت حالا هر چیزی که بشه مثال زد، باز همون مثال کیف و کفش رو میزنم یا حالا هر مثال دیگه‌ای، سرچ میکنیم و میگیم من میخوام با این کلمه بالا باشم، مثلا رزرو تور، مثلا میخوام با این عبارت بالا باشم. خب اون کاربر میاد سرچ میکنه و اون سایتتون رو میبینه. بعد که در واقع کلیک کرد روی سایت شما، یه مبلغی از اون شارژ شما کم میشه. حالا فرق بستگی داره مثلا چقدر اون کلمه ارزشمند باشه، همونقدر از شارژ شما کم میکنه. پس این شدش شاخه های دیجیتال مارکتینگ. یعنی من یه سری ابزار دارم تو دیجیتال مارکتینگ و همه اینا در مجموع یه نتیجه‌ای به من میده، یه بازاریابی میتونم تو فضای اینترنت داشته باشم که بهش میگن دیجیتال مارکتینگ. حالا طراحی سایت، سئو، تولید محتوا، ایمیل مارکتینگ، بازاریابی شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات گوگل. من اینو برگردونم. تا اینجا صحبت کردیم. خب خواستم ببینم اگر که سوالی داشته باشیم. خب سوالی نبود، میریم قسمت بعد. حالا از بین همه این مباحث که صحبت کردیم، چرا من دارم بیشتر در مورد طراحی وبسایت صحبت میکنم؟ نقش طراحی سایت توی دیجیتال مارکتینگ چه هستش؟ ببینید توی دیجیتال مارکتینگ سایت نقشش خیلی مهمه، از این بابت که مقصد ترافیکه. حتی شنیدیم مثلا میگن سایتی که لندینگ پیج داره، یعنی چی؟ یعنی صفحه فرود.
صفحه فرود خوبی که براش طراحی بشه روی سایت خوب سایتیه که بتونه بازدید کننده شما رو تبدیل به مشتری کنه. پس نقش طراحی سایت اینه که شما از هر ابزار دیگه استفاده میکنی برای بازاریابی، برای مارکتینگ، در نهایت مقصد همه و خانه دیجیتالی برندها اونجا میشه. چرا؟ چون شما همه اطلاعاتتون یک جا هستش و وبسایت جایی که دیگه در نهایت اون کلاینت شما، اون کسی که دنبال کننده شماست، میاد و حالا متقاعد میشه یا تماس بگیره با شما یا از خدماتتون خریداری کنه، مثلا به درگاه پرداخت وصل بشه یا محصولی رو خریداری کنه و هر اتفاقی که میخواین رقم بزنین در نهایت توی وبسایتتون اتفاق میفته. پس وبسایت نقش خیلی مهمی داره. اصلا دیجیتال مارکتینگ که میگیم، ما بگیم مثلا مارکتینگ یعنی چی؟ اگه بخوایم راجع به خود مارکتینگ و بازاریابی صحبت کنیم، حالا تو کتابی که ارشد داشتیم بازاریابی الکترونیک، مؤثرترین و بالاترین روشی که هنوز برای بازاریابی هستش و خواهد بود، فعلا هنوز روش دیگه بالاتر از اون نیومده، بازاریابی یا همون مارکتینگ ماوس تو ماوس هستش، فیس تو فیس، دهان به دهان. یعنی چی؟ یعنی مثلا من یه محصولی رو از یه فروشگاهی گرفتم، میگم واو این خیلی مثلا کیفیتش خوب بود، این نمیدونم صندلی رو خریدم، فلان دفتر رو گرفتم، لباس رو گرفتم، خیلی خوب بود. بعد دوستم پرسه کجاست، سایتش کجاست، اون حالا پیجش کجاست، منم برم خرید کنم. پس این بالاترین و موثرترین روش بازاریابیه که شما فقط از همین یه دونه روش بازاریابی هم بخواین استفاده کنین و سایتتون باشه، خب میتونید بگین که مستقیما شخص بره و وارد سایتتون بشه. یعنی حالا محصولی که داریم بخره، دوره‌ای داریم بخره، خدماتی دارین در واقع وارد درگاه پرداخت بشه و اون خرید نهاییش انجام میشه. پس سایت خوب سایتیه که بتونه در واقع بازدید کننده که وارد شده رو تبدیل به مشتری کنه. اوکی، پس تا اینجا متوجه شدیم که مارکتینگ هم خودش یه پیش زمینه هایی داره که حالا میشه بحث برندینگ و هویت سازی. یعنی اون مثلا یه موقع هستش میبینی شخص دانشمند ساینس، بعد یه پزشک حاذقه، ولی الان میبینی که مثلا مشتری قبلیشو نداره، میگه من این همه سال درس خوندم، ریسرچ کردم، باید الان برم مثلا سراغ تبلیغات. ببینیم بعضی فکر کنن تبلیغات بدآموزی زشته. نه، مارکتینگ یعنی که تو بری به مشتری توانمندی های خودتو ابراز کنی تا مشتری بتونه تو رو پیدا کنه. برندینگ کمک میکنه که این ارزش‌ها انقدر به درستی ابراز شده باشن که مخاطب شما اصلا خودجوش بیاد پیداتون کنه، بخواد تو اون زمینه یه سرچی بزنه، سریع به شما میرسه. چون شما انقدر تو اون زمینه توانمند و اثرگذار هستید که دیگه برندینگ یعنی مثلا وارد بشه، اطلاعات شما رو ببینه، دیگه انتخاب براش راحته. پس یه پیش زمینه داره مارکتینگ، اونم برندینگه که حالا من کارهای مشاورهش رو انجام میدم، چون اون یه چیز کلی نیستش، برای هر کسب و کار متفاوته. این قسمت هم مهمه. چرا؟ چون یه وقت میبینی برندینگ کامل نشده، بعد میای مارکتینگ، یعنی هی میای تبلیغ میدی، ولی خب تو این حالت انگار پولتو ریختی توی سطل زباله. چون اگر اون برندینگ کامل نشده باشه و شما بیای هی هزینه تبلیغ بدی، عملا اون بازدهی که باید رو نمیگیری. خب پس این شد نقش طراحی سایت. حالا سوالی که از من می‌پرسید اینه که اوکی، من به این نتیجه رسیدم که دیجیتال مارکتینگ الان تو کسب و کارهای امروز واجبه و اینکه یکی از شاخه‌هاش طراحی وبسایته که خیلی مهمه. حالا میگیم پس من باید حتما برنامه‌نویسی یاد بگیرم که بخوام وارد این حوزه بشم؟ نه الزاما. یه سری ابزار هستش مثل المنتور که شما میتونی خیلی راحت اون چیزی که توی ذهنته در واقع بیای و تصویرش رو کامل درک کنی، بکشی بیاری و چیدمان کنی، سایتت رو طراحی کنی که حالا جلوتر بیشتر راجع بهش صحبت میکنی. و سایت های فوق العاده حرفه‌ای هم میشه باهاش ساخت. حالا جدای از هوش مصنوعی که جایگاه خودش رو داره، ولی الان بخوام براتون نمونه وبسایت نشون بدم که مثلا سایتایی که با المنتور ساخته شده. خب یه دوست دیگه جوین شدن. کافیه برین و سرچ کنین کارما وب.
توی گوگل سرچ کنین تارما وب. اینجا میتونید وارد بشین و یه عالمه وبسایت هستش که فوق‌العاده حرفه‌ای طراحی شدن، بسیار زیبا هستن و فروش خوبی دارن. حالا این مثلا سایت خدماتیه، این هم مثلا خدماتیه، این دو ستای اول شرکتیه، اینا سایت های فروشگاهیه. حالا چند تاشو براتون باز میکنم اگر که اینترنت اجازه بده. وبسایت شرکتی، مثلا وبسایت فروشگاهی. ببینید چقدر سرعت لودش خوب بود، یعنی سریع سایت باز شده حتی تو این اینترنتی که داریم. خب این مسئله خیلی مهمه و خود المنتور اگر طراحی کرده باشین و بعد سایت رو بهینه‌سازی کرده باشین، دقیقا میتونید یه همچین سایت حرفه‌ای رو داشته باشین. یا مثلا توی بحث فروش محصول، این سایت ها با المنتور طراحی شده، وردپرس و المنتور. یه سری نکات مشترک تو همه سایت ها هستش که راجع به اونم بخوایم صحبت کنیم که اصلا بگیم چه سایتی سایت خوب هستش، از کجا تشخیص بدم چه وبسایت خوبه، چه معیارهایی داریم که اینا حالا یه کوتاه در موردش میگم، بعدن جلوتر میریم میخوایم اجرا کنیم اینا رو بیشتر راجعش توضیح میدم. تقریبا همه سایت ها صفحه اصلی رو، درباره ما رو، تماس با ما رو دارن، یعنی همه دارن. و این قسمت هم که حالا میشه خدمات یا محصولات و بعد میشه وبلاگ و اون مطالبی که اضافه تر وارد میکنین توی سایت. این بالا خب هدر سایت، یعنی معمولا لوگو و این منو قرار داده میشه و پایین صفحه هم که بهش اصطلاحاً میگن فوتر، لینک هایی که حالا لازم هستش توی سایت باشه و حالا مجوزی اگه دارین، راههای ارتباطی دارین، معمولا توی این قسمت گذاشته میشه. صفحات هم که حالا چیدمانش رو راجبش بیشتر صحبت میکنیم تو جلسات آینده. خب پس به این نتیجه رسیدیم که لزوما قرار نیستش که من کد نویسی بلد باشم که بخوام یه همچین سایت هایی طراحی کنم. حالا حتی پایین‌تر بیاین، باز حالا خودتون میتونید برین نمونه کارا رو کامل بررسی کنین. ببینیم مثلا این سایت هم بخوایم بریم توی فضای بین الملل هم در واقع نمونه سایت هایی هستش که کار شده، اون برندینگشون میگم، اون رنگ بندی که استفاده شده، حالا گرافیک کارشون، خب بالاخره همه اینا تاثیر داره که یه سایت خوب ساخته بشه. Designed by TarmaWeb. خب حالا بریم ادامه صحبتمون. تا اینجا سوالی هستش دوستان؟ تا اینجا الان پس به این نتیجه رسیدیم با المنتور میتونیم خیلی سایت های خفن و خوشگل بسازیم و کارآمد، یعنی بتونیم از طریق اونها فروش داشته باشیم. حالا چرا این مسیر خوبه الان که داریم راجع بهش صحبت میکنیم؟ مخصوصا برای دانشجوهای نرم افزار و آیتی. چرا این مسیر خوبه؟ اینو من برگردونم. اوکی، چون سریع و کاربردیه یه علتش میشه، یکی اینکه تقاضا خیلی زیاده. یعنی شما همین الان یه عالمه کسب و کار هستش که نیاز دارن براشون وبسایت طراحی بشه و این همیشه هستش، یعنی چیزی نیستش که قرار باشه استاپ بشه. پس تقاضا زیاده چون سریع و کاربردیه. حالا بحثش با سوشال مدیا فرق میکنه. برندی که سایت نداشته باشه، حالا یه موقع مثلا پیجش بپره یا هر اتفاقی براش بیفته دیگه عملاً وجود نداره. ولی خب وبسایت خیلی مهمتر و رسمی تره، مخصوصا حالا توی فضای بین الملل. یعنی طرف میبینی انقدر سایتش براش مهمه که یعنی کل بیزنسش یا حالا کل زندگیش وابسته به اون سایته. حالا اینجا شاید یک کوچولو درجه اهمیتش کمتر باشه ولی کاراییش واقعا همونقدر زیاد هستش و ما هم داریم به اون سمت پیش میریم. و حالا میتونین به هر حال فریلنسر بشین، یادش بگیرین و مهارتی هستش که
میگم با یه لپتاپ و اینترنت میتونید وصل بشین و کارتون رو انجام بدین که اصلا تیم راه اندازی کنین. میگم همه قرار نیست که طراحی وبسایت رو کامل انجام بدن. ممکنه یکی گرافیک دیزاینر بشه، یکی حالا تو بخشای تولید محتوا یا مثلا حذف و اضافه کردن محصول بخواد کار بکنه. خیلی خیلی کارهای مختلف تو این حوزه هستش که میشه انجام داد. خب حالا نمونه های موفقم که خب قطعا حالا تو فضای بخوام بین‌المللی بگم خیلی زیاده، ولی اصلا نمیخوام وارد اون بشم، چون اصلا یه سری بچه ها هستن که حتی تو تیم خودمون هستن و از صفر واقعا شروع کرده، دانشجو بوده و انقدر پروژه انجام داده و مسلط شده که الان داره تو فضای بین‌الملل کار میکنه که حالا توی آموزش های تخصصی بعدی که اگر برگزار کردیم که برگزار خواهیم کرد، حالا شاید باشون آشنا بشین، از نزدیک بتونین صحبت کنین. و یا اینکه مثلا میتونی یه ویژن داشته باشی به عنوان اینکه من از صفر شروع میکنم و میتونم یه آژانس دیجیتال مارکتینگ خودم رو راه بندازم. یعنی حالا با همه این مهارت ها آشنا بشین، کار کنین و بتونین تشکیل تیم بدین، مثلا حالا آژانس تبلیغاتی دیجیتال مارکتینگ تارموب. و یا اینکه همون فریلنسری کار کنین، یعنی به صورت پروژه‌ای. میگم یکی دو تا پروژه خودتون تستی کار میکنین و میشه نمونه کارتون، بعد هی میتونید از بابت اون در واقع کارهای بیشتر داشته باشین. حالا یه جنبندی بخوایم داشته باشیم، پس ما تو این جلسه یاد گرفتیم دیجیتال مارکتینگ چیه، چطوری میتونیم در واقع بدون چرا وبسایت انقدر مهمه توی دیجیتال مارکتینگ. شما اول بگین دیگه چی یاد گرفتیم، من همه رو نگم ببینم چقدر گوش کردین. یکی این که با المنتور میتونیم سایت طراحی کنیم و نیاز به کد نویسی نداریم. و اینکه حالا چجوری این مسیر رو بخوایم شروع کنیم توی جلسات بعدی. جلسه بعدی در واقع میشه فردا شب ساعت 8 شب. بله تعریف شاخه ها رو داشتیم که همه دیجیتال مارکتینگ کلا شامل چه چیزهایی میشه که همش هم تو جای خودش واقعا مهمه. ولی خب ما اشاره کردیم مهمترینش کدومه، بیشتر راجع به اون صحبت کردیم و اصلا میخوایم در واقع جلسات بعدی بهتون آموزش بدم هاست چیه، دامین چیه، وبسایت خوب چیه، چه جوری میتونین وارد بشین و یه وبسایت رو انجام بدیم، مثلا یه پروژه عملی رو با هم دیگه انجام بدیم. بله من بیشتر از 12 سال هستش که توی این حوزه دارم فعالیت میکنم، طراحی وبسایت انجام میدم. ولی خب الان دیگه در واقع تیم دارم، یعنی بخوای خیلی حرفه‌ای‌تر کار کنی اینجوری میشه که مثلا تو پروسه طراحی وبسایت یک نفر قالب رو مینویسه، یک نفر محتوا رو مینویسه، یک نفر سئو رو کار میکنه که حالا تو پروژه‌های بزرگتر میتونی مدیریت کنی. میخواین از محصولاتتون سایت طراحی کن، خیلی عالیه، شما حتما تو آموزش در واقع جلسه بعدی شرکت کنین. راه‌های ارتباطی، اسلاید آخر راه‌های ارتباطی بود که براتون نوشته بودم. یکی اینستاگرام تارموب هستش، میتونید اونجا دایرکت بدین یا توی تلگرام پیام بدین یا اینکه توی سایتمون، سایت تارموب رو اگه باز کرده باشیم ببینیم که الان با هم باز کردیم. تارموب لینک در واقع واتساپ هستش، میتونید به اون شماره در ارتباط باشین، سوال داشته باشین. ولی آموزشی هم که آره ترجیحاً واتساپ یا اینستاگرام راحت تر جوابگو هستیم. اونجا میتونید پیام بدین. و سایت فروشگاهی، ببینید شما تو جلسات بعدی کامل یاد میگیرین که من چجوری میتونم استارت بزنم یه وبسایت رو خودم برای خودم طراحی کنم. اینا رو حالا تو جلسه آینده هستیم با من باشین که جلسه بعد فردا ساعت 8 شب میبینمتون. اگه سوالی داشته باشین. دوره طراحی، ببینید همین الان این خودش یه دوره است. خب یک مینی دوره است که شاید شما با همین دوره دیگه شاید که نه اصلا میتونید یاد بگیرید. الان که کلیاتش رو توضیح دادم، مسیر رو بهتون گفتم، جلسه بعد وارد قسمت عملی میشیم. یعنی قشنگ من میرم بهتون میگم چجوری دامین ثبت کنیم، چجوری وردپرس در واقع نصب کنیم، هاست داشته باشیم و وردپرس آره زیرو هم زیاده. خب ببینین شما برای همه کارا بخواین در نظر بگیریم یه لول مبتدی هستش، آماده کردین هاست و دامین هم خوب دارین. حالا میتونید سوال بپرسین یا اینکه میتونید جلسات بعدی رو هم ببینین.
بعد مثلا اگر که باز سوال داشتین در خدمتتون هستم. ولی جلسه کاملتر این که حالا این 3 جلسه خب بالاخره شما یاد میگیرین یه سایت طراحی کنید، اما سایتی که خب قرار باشه روش بیشتر کار کنید، حرفه‌ای‌تر باشه، خب قطعا هم مشاوره نیاز دارین، هم آموزش بیشتر نیاز دارین که اونها رو در واقع میشه آموزش حضوری هم حتی داشته باشیم. اما میگم فعلا این 3 جلسه مینی دوره رایگان رو براتون داریم که دوست داشتم همه بتونن استفاده کنم و من هر چیزی رو که الان بلدم توی ذهنم هست و کاربردی کار کردم و دوست دارم تا اونجایی که میتونم بهتون انتقال بدم. ولی خب حرفه‌ای شدن واقعیتش اینه که خب زمان میبره. اینکه شما بخوای یک سایت خیلی حرفه‌ای طراحی کنید قطعاً زمان بیشتری میبره، آموزش بیشتر نیاز داره، آموزش تخصصی اطلاع رسانی میشه. اینستاگرام تارما وب رو فالو داشته باشین، اونجا معمولا اطلاع رسانی ها رو انجام میدیم. نمونه سایت هایی که خودمون طراحی کردیم، دقیقا شما سرچ میکنین تارما وب، وارد سایت tarmaweb.com میشین، همه اینها نمونه کارا هستش. تازه پایین تر هم بیاین و حالا سوالات بیشتر داشتین من در خدمتتون هستم. میگم اینجا رو ببینین، این که نمونه کارا هستش. جلسه فردا شب رو هم با هم خواهیم داشت و 3 جلسه است. اون 3 جلسه رو با هم میریم. حالا اگر نیاز به آموزش بیشتر داشتین، آموزش حرفه‌ای برگزار میشه، یا اگه سوال داشتین به عنوان مشاور در خدمتتون هستم. خیلی خوشحالم که وقت گذاشتین برای خودتون، برای آموزشتون و مرسی از شما که حضور پیدا کردین. حتما جلسه بعد میبینمتون. فعلا